خب اگه شما علاقه‌ای به گیم داشته باشید یا گیمر باشید، حتما دلتون میخواد که بدونید بهترین بازی ها چیه. اسم من گرونایت رو امروز اومدم 10 تا از بهترین گیم ها رو بهتون معرفی کنم. اگه از این سبک ویدیو خوشتون اومد، لایک، کامنت، ساب یادتون نره. پس با من همراه باشید تا با هم 10 تا از بهترین بازی ها رو رونمایی کنیم. The Legend of Zelda Breath of the Wild لیست اول از بازی همونه. یک بازی ماجرایی جوییست که در دنیای باز است و به بازیکنهای خود اجازه میدهد که در دنیای بزرگ و زیبا ماجراجویی کنند. داستان بازی حول بر محور شخصیت لینک و تلاش او برای نجات زلدا و شکست گانون میچرخد. گیم پلی این بازی شامل معما، مبارزات و تعامل با محیط است. ویچر 3 وایلد هانت دومین بازی در لیست ماست که بازی نقش آفرینی است که با دنیای بزرگ و داستانی عمیق با آن آشنا می‌شوید. شما در نقش راب از روی یک شکارچی هیولا قرار دارید و باید در دنیای پر از انتخاب‌ها و عواقب مأموریت‌های مختلف را انجام دهید. این بازی نسخه سوم ویچر هیدس یا همان بازی هادس سومین بازی در لیست ماست که یک بازی اکشن روگلاکه که در آن شما در نقش زاگرس پسر هادس سعی در فرار از دنیای زیرزمینی دارید. گیم پلی سریع و اعتیادآور و داستانگویی قوی این بازی از ویژگی‌های مهم این بازی است. گاد آف وار 2018 خب گاد آف وار 4 یا همان 2018 چهارمین بازی در لیست ماست که بازگشت کریتوس به دنیای اساطیری و با داستان عاطفی و عمیق همراه است. این بازی ترکیبی از مبارزات اکشن و ماجراجویی است و شما را در سفرش با پسرش آتریوس همراه. رد دد ردمپشن 2 پنجمین بازی در لیست ماست که یک بازی جهانباز با داستانی احساسی در دوران وسترن. پلیرها در نقش آرتور مورگان یکی از اعضای گروه دزدان به ماجراجویی میپردازند و انتخاب‌های شما روند بازی را عوض. دارک سولز 3 ششمین بازی در لیست ماست که یک بازی اکشن و نقش آفرینی است و معروف به چالش‌های دشوار و گیم پلی عمیقش. تو این بازی پلیرها باید در دنیای تاریک و مرموز با دشمنان قوی می‌جنگیدند و به مرور زمان داستان را کشف می‌کنند. کلیست هفتمین بازی در لیست ماست که یک بازی پلتفرمر مستقل است که داستانی درباره مبارزه با چالش‌ها و ترس‌های درونی رو روایت می‌کنه. شما در نقش مرلین یا مدلین باید از یک کوهی رزیدنت اویل ویلیج هشتمین بازی و هشتمین قسمت از سری بازی ترسناک و بقای رزیدنت اویل است و این بازی ترکیبی از ترس و اکشن با داستانی جذاب و شخصیت‌های مختلف آن است. فاینال فانتزی ویل ریمیک نومین بازی در لیست ماست که بازسازی یکی از محبوب‌ترین بازی‌های نقش آفرینی تاریخ با گرافیکی به‌روز و گیم پلی بهبود یافته است و داستان حول شخصیت کلاد و مبارزش با شرکت The Elden Ring. آخرین بازی در لیست ماست که یک بازی نقش آفرینی اکشن است و با دنیایی وسیع و طراحی شده توسط جورج آر مارتین. این بازی ترکیبی از عناصر کلاسیک یا اون دارک سولز با دنیای باز و داستانی که پر از ماجراجویی و عمیق. خب در آخر این هم بود 10 تا از معروف ترین بازی ها و امیدوارم خوشتون اومده باشه. از اولین ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، ساب یادتون نره. فرانک نایت آف.